خطرناکترین شیرینی جهان. موچی یک شیرینی و بخشی از فرهنگ سنتی ژاپنه که هر سال کام خانواده‌های زیادی رو به خاطر مرگبار بودنش تلخ میکنه. موچی یکی از شیرینی‌های بسیار پرطرفدار در ژاپنه، به همین خاطر در تمام سال مصرفش میکنن و جایگاه بسیار ویژه‌ای در مراسم سال نو ژاپنی‌ها داره. علت خطرناک بودن و مرگبار بودن این شیرینی چسبناک بودنشه، به طوری که اگر کسی نتونه این شیرینی رو به درستی بجوه در گلوش گیر میکنه و باعث خفگی در فرد میشه. این شیرینی رو از نوعی برنج مخصوص با نام موچیگومه تهیه میکنن، به این شکل که در ابتدا برنج رو میپزن و سپس اون رو در هاون میکوبن که البته کوبیدن اون هم به روش‌های مختلفی انجام میشه. هر سال مقامات و رسانه‌های ژاپنی مثل هشدارهای چهارشنبه سوری در کشور خودمون به مردم در مورد مصرف موچی هشدار میدن، اما متاسفانه علیرغم تمام این تلاش‌ها باز هم مرگ و میر بر اثر استفاده از این شیرینی وجود داره. واقعیت‌های عجیب و جالب دنیا رو میتونی تو فکتول پیدا کنی.